قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال گفت الله متعال یا آدم ای آدم انبئهم خبر بده به ملائکه به اسمائهم به نامای می چیزا. فلما انبأهم هر وقت خبر داد این آدم علیه السلام هم به ملائکه به اسمائهم به ناما و طریقه استفاده می چیزا. قال گفت الله علم قل لكم آیا نگفته بودم بر شما اینی اعلم غیب السماوات والارض بدون شک من میدانم آنچه که در آسمان ها و زمین پوشیده است غیب است و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و عالم است میدانم آن چیزی را که شما آشکارا میکنین آن چیزی را که در قلبایتان پنهان کردین او را کلش میفهمم. اینا رو سعی کنین. الله متعال آل آدم گفت خبر بده که گفت خبر بده آدم علیه السلام فلما انبأهم گفت اینی سی کارا رو شروع نامم میگیره کارم میکنه علیا ایران ماندن هیچ چقدر آدم علیه السلام خبر داده تانست نه یا چرا وعلم آدم الاسماء برای آدم الله یاد داده بود اینا کس لا علم لنا الا ما علمتنا برای اینا الله یاد نداده بود نفهمیدن. وقتی که خبر داد اینا دیدن سرایشان پایین شد. خب سرایشان پایین شد دیدن که از ما کده فهمیده برآمد از ما کده بهتر بوده ما خبر نی پس آن پیدا شده ولی بهتر بوده پس آن آمده عالم بوده پس آن آمده. قال علم اقل لكم قال گفت الله نگفته بودم که ما غیب آسمان و زمین را میفهمم. غیب چی؟ یعنی که در پیدایش آدم چی حکمت هاست شما نمیفهمید من میفهمم که در این بسیار فواید است. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و عالم استم میدانم آن چیزی را که شما آشکارا کردین که چی بود تو؟ آشکارا چی بود؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء اینی بود آنچه که آشکارا و ما کنتم تکتمون آنچه که در قلبایتان پنهان است. او چیست؟ اوی بود که در بین از اینا ابلیس بود. اکثر مفسرین میگه ابلیس شیطان در دل خود مانده بود تیره تکبر که ما قبولش ندارم من نمیکنم قبول هر کی قبول کنه من نمیکنم. الله میگه امور من میفهمم. یا در دلشانی را مانده بود بعضیا میگه که خلافت روی زمین به ما بده که ما شایم ما بهتر هستیم. الله میگه از اما چیزایی که در دل شما از او خبر دارم. خب بعد از این چی شد؟ آل برتری آدم علیه السلام ثابت شد که ثابت شد این دیگه الله حکم کرد که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم ملائکه را گفتیم سجده کنین برای آدم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وَإِذْ قُلْنَا یاد کو وقتی را که ما گفتیم للملائکه از برای ملائکه اسجدوا سجده بکنین لآدم از برای آدم علیه السلام فسجدوا ما سجده کردن الا ابلیس مگر شیطان ابلیس سجده نکرد ابا انکار کرد و استکبار کرد خدا کلان شمارید و کان من الکافرین و بود از جمله کافرا یا گشت از جمله کافرا. در اینجا نعمت دیگه که به ابوالبشر پدر آدم الله دادگی است. در آیت قبلی الله بیان کرد که وعلم آدم الاسماء كلها. حتی در آیت پیشی را بیان کرد که وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفه. وقتی که ربط به ملائکه گفت که ما در روی زمین اینی خالق بشرا انسان پیدا میکنم و جاعل فی الارض خلیفه و ایره خلیفه میگردم. یعنی انسان اول انسان پیدا شده آدم علیه السلام و علمش هم بسیار بالا بود که یکی خود صفت خلافت که حکم میکنه قانون الله را تطبیق میکنه. دوم صفتش علم آدم الاسماء كلها علم کل چیز برش داد که همه گپ میفهمید و علم امی اسباب زندگی وسایل زندگی را از این فهمیده میشه که انسان ها اولینش انسان بوده که پیدا شده آدم علیه السلام. انسان از انسان آفریده شد و انسان ها نسلشان از انسان است آدم و آدم علیه السلام بهترین مخلوقات فهمیده. داروین میگه که اول انسان چی پیدا شده
چند مرحله است میگه. اول میگه یک میکروب ناشناخته شده بود، انسان میکروب بود. باز این میکروب میگه پیشرفت کرد، در جای مردار که است به یک میکروب پیشرفته تبدیل شد انسان. اول یک میکروب بسیار خراب، با میکروب پیشرفته. بعد از اون میگه انسان چی شد؟ شادی میگه پیدا شد، شادی. بازی شادی میگه ترقی کرد. حالا باز یک نوع شادی دیگه است. تانگوا میگه چه انسان واره از او. بازی شادی از دیگه هم پیشرفته شد، میگه مجهول الهویه، یک چیز دیگه است میگه او را نمیشناسیم، یعنی بسیار یک شادی پیشرفته او شد. بعد از او خیلی زد سر کامپیوتر انسان شد، کامپیوتر کار شد. بعد از انسانای جنگلی میشه و حالا کامپیوتر کار میشه. یعنی اول دم داره، باز گفتم دم به خدا دست میته انسان میشه. اینا را که بگوی شما بچه کیستین؟ میگه شادی خان. میگه ما پدر ما شادی بود. ما میگه باشین شما بالا دا پستان، ما بچه انسان هستیم، آدم هستیم. پدر ما بسیار فهمیده بود. قرآن میگه که این میگه نه اینطور بوده، انسان شادی بوده. داروین میگه، این نظریه داروین است دیگه. کمون اولیه میگن نه، انسان های کمون اولیه این چیزی را نمیفهمیدن. حتی این وقت ما مکتب میخواندیم، صنف 11 و یا خواندیم، در 12 شامل شدیم، گربدی شد. در اون وقت ما کتابای چی بود، تاریخ هم چیزا بود میخواندیم. انسانای جنگلی بود، غیر از این جشیزر لباس بود. در شرمگاش دیگه میتون گواره که نیزا زده بودن داشت کمش، باز میفتنین یا یاد ندارن گوه چطور ذبح کنن. نشان می اینی انسانای اولیه ای تو، وحشی، جنگلی، نافام، نادان. پیش از اوش هم که نشان میتونه شادی. حالا دیگه یک تاریخ دیگری تو میگن که مثل که دنیا ترقی کرد، میگه تو پیشرفته شد. اول میگه شرک بود، انسان ها از شرک به توحید رسید. قرآن رد میکنه اول توحید بود، اول انسان کامل بود، اول انسان پیدا شد، از انسان پیدا شده. اون نظریات کلش مردود است. الله میگه آدم پیدا کردیم، یا آدم بشر بود، یا آدم خلیفه بود، یا آدم علم اسماء کل علم داشت، علمش از ملائکه کده بالا. فکر کن گپ خویاد داشت که انبئهم باسمائهم فلما انبأهم، خبر تو گپ میزد که ماشاءالله شادی بودن. و دیگه ای که انسان خودش پیدا شده باشه نه. الله میگه انسان پیدا کردیم، انسان کامل بود، انسان عالم بود، انسان فهمیده بود. و این انسان حتی نبی پیامبر، این انسان درجه داشت که ملائکه به سجده کرد. از اینمی انسان دیگه انسان ها را پیدا کرد. شرک پسان جور شده، پیدا شده. کل مفسرین اتفاق دارن که شرک در زمان نوح علیه السلام پیدا شد. آدم علیه السلام قوی موحد بود، عقیده توحید داشت. شرک در دوران نوح پیدا شد. نوح علیه السلام علیه شرک مبارزه کرد، علیه کفر شرک وجود نداشت. اول توحید بود، اول پیامبر بود، اول این انسان فهمیده بود، زیبا بود، دانسته بود، عالم بود. خب این دیگه کمونسته از قرآن که دور شدی در مصیبت ها گرفتار هستی. خب از قرآن که دور شدی اینمی افکار هست می آید. قال و اذ قلنا للملائکه هذه کرامت عظیمت من الله تعالی لآدم. ابن کثیر میگه این یک کرامت، عزت بزرگ از جانب الله است برای آدم که ملائکه را گفتیم سجده کنین. امتن بها علی ذریتی، الله احسان خود به اولادش بیان میکنه، به ما و شما بیان میکنه که با پدرتان احسان کردیم، پدرتان سعی کنید. حیث اخبر انه تعالی امر الملائکه بالسجود لآدم، خبر میده که الله ملائکه را امر کرد که سجده کنند. و در این باره حدیث شفاعت هم است، بسیار احادیث است. حدیث موسی علیه السلام در بخاری است که گفت رب ارنی آدم، موسی علیه السلام گفت که ای رب به ما آدم و پدر من نشان بده. الذي اخرجنا و نفسه من الجنه، او پدری که ما را و خود از جنت کشید، خودش هم از جنت کشید با عملش ما را. فلما اجتمع به، هر وقت که جمع شد موسی با همراه آدم، قال گفت موسی علیه السلام
چی گفت؟ انت آدم الذي خلقه الله بیده، تو نمو آدمی هستی که الله به دست خود پیدا کرد و نفخ فیه من روحه، الله روح خود در او انداخت و اسجد له ملائکته، ملائکه را برازی مسجود، یعنی تو را مسجود ملائکه گردانید، تو را که سجده شده ملائکه را حکم کرد که بر تو سجده کنن. بازو میگه باز مناظره میکنه، حدیث دراز است، چرا میگه این کار کردی؟ باز آدم علیه السلام کتش بحث میکنه، سعی که ماشاءالله در عالم ارواح هست، خب بحث میکنه، موسی علیه السلام شکست میده، میگه فحج آدم و موسی، آدم علیه السلام موسی علیه السلام در مناظره شکست داد. میگه ما اونمو آدم هستم، میگه خیلی چرا او درخت استفاده کردی؟ با دلیلش میگه، با چپ میکنه. باز میگه سیشت و از قلنا، وقتی که ما گفتیم برای ملائکه، از این فهمیده میشه که ملائکه کلش بوده، اسجدو سجده کنین، سجده کنین، کلشان امر شد. برای کی؟ آدم، از برای آدم. سجده چی را میگه؟ سجده در لغت چندین معنا آمده، به معنای اطاعت، به معنای انحنا پایین کردن، به معنای احترام تعظیم و سرماندن در زمین به نیت عبادت. در شریعت امیر میگه. اینجا سجده چی بود؟ آیا این سجده که من حیث معبود ما الله را سجده میکنیم امی تو سجده بود؟ سوال جوابش است که در کل مفسرین اتفاق داره که سجده عبادت نبود، سجده عبادت نبوده، که ما که با الله سجده میکنیم و الله را معبود خود میشماریم میتونه نبود، الله نه که معبود قرار بود. سجده احترام بوده، سجده تعظیم بوده، یعنی کلش میگن سجده احترام بود. چه قسم بودی سجده؟ باز اینجا مفسرین مختلف نظریات دارن. بعضی میگه که این سجده احترامی تو بوده که انحنا، سرتان پایین کنید، مثل رکوع را هم سجده گفته شده در قرآن میگه سرتان پایین کنین. و کل ملائکه سرای خدا پایین کردن با آدم علیه السلام، احترام کردن و در اون وقت امی احترام با سر پایین کردن جایز بود. الله حکم کرد، حکم الله بود که می کار کنین، زیرا ما شرک توحیده که سجده به دیگه کسا نکنین، باز قرآن میگه که الله تسجدین به دیگه کس سجده نکنین. باز قرآن ما را منع کرده که الله تسجدو الا لله، به الله سجده کنین، ولله یسجد من فی السماوات، خاص برای الله سجده میکنن، این حکم الله است. و باز بعضی میگن نه امی سر ماندن برای آدم، ولی امی هم احترام، سجده تعظیم احترام سابق سر ماندن، الله امی را اجازه داد که این کار کنید، معبود نه احترام کنید، سر بانید، ماندن اینا. حتی در چیزای ادیان سابقه در دین یوسف علیه السلام هم امی بود، نه؟ در سورت یوسف میاد که فلما رفع ابویه علی العرش، یوسف علیه السلام پدر خود در عرش تخت پادشاهی بالا کرد، خروا له سجدا، کلش به سجده افتید، یعقوب علیه السلام، مادرش، برادرش. قال موسی، یوسف علیه السلام گفت هذا تعبیر رویای، اینی تعبیر رویا است، قد جعله ربی حقا، الله ایره حق کرد و راستش کرد. این سجده جایز بوده که یعنی سجده احترام، کلشان احترام کردن یوسف علیه السلام، افتیدن برش. باز ما و شما در این امت این سجده ممنوع است، رکوع ممنوع است به احترام کسی، سجده. معاذ بن جبل از یمن آمد، دید که کلانای مسیحی با علمای خدا سجده میکنه، ای هم سجده کرد، خواست که سجده. رسول الله گفت مه نکنی، گفت سجده جایز نیست. گفت اگر سجده جایز می بود با مخلوق لامرت النساء، ما زنا را امر میکردم ایسجدوا، اینکه سجده بکنن لزوجها، برای شوهرایشان، یا لازواجهم برای شوهرایشان سجده بکنن. گفت اجازه نیست، سجده ممنوع، رسول الله هم به مخلوق سجده نمیشه. گفت او از سابقه بود، تیر شد، گفت سجده نکنید، منع کرد. پس اینجا سابق سجده احترام اینا حکم الله کردن،
یا بعضی ها میگه که خب سجده خو احترام یا انحنایی بود، یا پی نیست. بعضی ها میگه که اینطور بود که اسجدوا لآدم، میگه لام به معنای اله است دیگه، سجده کنین به طرف آدم، یعنی سجده را به الله کنین، آدم قبله بگردانین. این تو هم یک تعبیر کردن، ولی حاجت و گپ نیست که لام به معنای اله کنیم. پس سجده همون سجده تعظیم، سجده احترام است، الله حکم کرد بکنه. کلگی الله میگه فسجدو، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. اینا شما هم که سلامی ها میتین در این فاتحه گیری ها مردم ما شما همین تو چی میکنن؟ همین تو قسمی کده میرنی در فاتحه ها، کارا صحیح نیست. هم سلام بته خلاص سر تا پایین نکن. فاتحه خود در اسلام نیست که فاتحه بگی و کوی تشریفات نه، این که پا نیستی پسان پیدا شده. حالا می اکثر کارهای اداری و دولتی گمه بعد از پیشین رئیس پیدا نمیکنی. کجاست در فاتحه است؟ معاون کجاست در فاتحه است؟ مدیر در کجا؟ مردم بعد از پیشین در اداره میگرده کسی رو پیدا نمیکنه. کلش در محترم میشینه، خواهد میاد از اداره یک تا میمره، یا بیبیش یا خالش یا همیشه یا ماماش، او سروانه چیز او سروانه محترم پر میشه در این فاتحه میره. با اینجا قوه تشریفات است، یا خودم میتون کده میره پس میبرای میتون همین قوه تشریفات نه. اینمی چیزا در اسلام نیست. شما اگر رفتیم تو سرتان بالا بگید والا نرین، خب کدام جای پنهان میکارایتان میکنین، خب ما خبر دارم. میرین میگی والا چطور از نمیشه، اولش خود نرین بداتا در قصهش نسین، در جنازهش خدا برسان، جنازه است که رسان دی اموجا بگو که الله دیگه خدمت باشه با ما این رسیدیم، تسلی برش بته خلاص. در فاتحهش نرو بگو که ما فاتحه والا در اسلام نیست، باید یه روز در خانه می وقت پیدا کردم، با خانه شم نرفتی یه جای دیدیش تسلی بتی. اگر رفتی کدام دفعه و یکم تا میریم فاتحه تو هم دم جمع گت شدی میشه گت میشین شما هم یکم دفعه گت که شدیم تو سرتان بالا باش، فهمیدیم سرتان نکنید. ولی هم میبینم ما بسیار جگرخون میشیم، همی تو که کلا پایین از دفاتیا همی قسمیت وای تو رست یا تو رست. ای از عیسوی هست، ای از مسیح هست، از مسلمان ای طور نیست. اینمی سجده ای طور نکنه. قرآن میگه که الله گفت سجده فسجدو، همه سجده کرد الا ابلیس. شما قبلا سورت هجر براتون دور دادم، در اونجا من فسجد الملائکه کلهم اجمعون، ملائکه کلش همه یک بارگی سجده کرده. سابق با ما میگفت که میگفت امی بابای مانه بیچاره ما چون کی گفته بود برشان، گفت ملائکه سجده کرد، گفت توق لعنت همی تو میگشت. توق لعنت گفتم چی بود؟ گفت همی تو یک چیز بود، آهن بود گرد همی تو میگشت. گفت ملائکه که میدیدن توق لعنت انداختن که سر در گردن ما نبیفتن. گفت ابلیس همی تو بود آمد در گردن ابلیس افتید. ما ایران میموندیم توق لعنت چی میکردن. توق لعنت دیگه پا نیست، در قرآن در حدیث وجود نداره، هیچ روایت یا ما ندیدیم. همینجا رو سعی کردم نمیشه، پیدا نکردم. خب پیدا نکردم توق لعنت بگرده و با در گردن از او بیفته. باز می توق لعنت در گردن ابلیس افتید لعنتی شد. نه الله به زبان گفتش که تو لعنتی هستی. خب توقکی نیست که توق بیفته در گردن کسی. اگر توق افتید خوب نفتید هیچ. در اینجا شیطان هم داخل است. خب ملائکه را گفتیم، در این ملائکه شیطان هم بود. بعضی هم میگه که امی جنیات جنس از قبیله ملائکه است. امی ابلیس همی طور بود، عبادت میکرد، منافق بود، در قلب خود پنهان کرده بود، الله امتحان کرد. که امتحان کرد منافق آشکارا میشه، نه در امتحان ها تا که امتحان نبیه بیخی آدم خوب است شناخته نمیشه. امی امتحان که آمد معلوم میشه که این آدم در کدام درجه است. نه امتحان که کرد این باعث سجده نکرد، الله خو میفهمید. به خاطر که در سورت اعراف الله میگه که لمت لا تسجد اذ امرتک، وقتی که امرت کردم. مثلا اگر شما دور نمید سورت اعراف اینه ما خودم دور دادم، خدایی هم دست ما قسمه است که هم دور میتم راست همونجا آمده گرفتم سپاره 8 دست ما همی تو چی شده که میفهمم. الحمدلله. سعی کنین در اینجا الله شیطان چی میگه؟ آیت 11
سپاره سوره اعراف. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا. ما شما را آفریدیم، صورت دادیم، ملائکه را گفتیم سجده بکنید آدم. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کرد، ابلیس نکرد. لم یکن من الساجدین، نشد از جمله سجده کننده. قال الله گفت ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اینه چی چیز مانع شد تو را که سجده نکردی ابلیس وقتی که من امرت کردم؟ امرتک، تو را امر کردم. از این فهمیده میشه که صراحتا در امر الله داخل بود. خب این چی گفت؟ عوضی که بگه توبه کردم بعد کردم، نه چی گفت؟ فلسفه گفت. فلسفه انا خیر منه، ما بهتر هستم. این فلسفه که در برابر حکم الله گفتی بیدی ایمان میتید. خب حکم الله است تو فلسفه میگی. چرا نکردی سجده؟ آدم علیه السلام الله گفت الم انهکما عن تلکما الشجره، از این درخت من تا نکردم چرا خوردی از این درخت؟ اونا فلسفه نگفتن، اونا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای رب ما ظلم کردیم به نفسای خود، اگر ما را نبخشی رحم نکنی از جمله زیانکارا و هلاک شونده میشه. و عاجزی کردن. ایره که گفت چرا؟ از امرت قال انا خیر منه، ما بهتر هستم از این کرده، ای با ما باید سجده کنم، نه که ما با ای بکنم. اوهو دلیلش چیست؟ دلیلش چیست؟ خلقتنی من نار. اینه خوب است که الله را من خالق قبول داره. تو مرا میگه خلق کردی یا الله. این از کمونیستا کرده بازی خوب بود. راستی میگم الله را من خالق قبول داره. کمونیستا که چوچای شیطان است. خب یا پیدا شده میگه خدا نیست، خالق نیست. سعی کنید چی میگه؟ خلقتنی من نار، تو مرا از آتش پیدا کردی، من مخلوق آتشیستم. و خلقته من طین، و این از گل پیدا کردی. آتش خب بهتر است دیگه، این باید با ما چی کنه؟ در حالی که آتش بهتر نیست، آتش در میته خرابی میکنه. گل خوب است، دمین گل است نه، می زمین ها گلیست نه که گندم از جو، جواریس، نباتات است، انارای زیباست، سیبای بسیار زیباست، بیهی زیباست، همی کل همی میوه چی است؟ در گل است نه. آتش خرابی میکنه. این فکر کرد که یعنی آتش زیباست، آتش برتری داره. الله برش گفت قال فهبط منها، پایین شو از آسمان ها، فما یکون لک ان تتکبر فیها، جایز نیست بر تو که تکبر کنی در اینجا. فخرج انک من الصاغرین، بیرون شو از جمله ذلیل شونده هستی. طوق لعنت ننداخت، الله گپا را گفته رفت. خب فخرج، بیرون شو پلیت مردار. قال آلی چی میگه؟ سکو نامید نشده، نامید. قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا الله مرا مهلت بده تا روز قیامت، تا دوباره زنده شدن انسان ها. میخواست از مرگ خدا نجات بده. ای تو میفهمم خب الله را خوب میشناخت. ابلیس هست، ای تو الله را میشناسه. ما و شما کسایی داریم شاگرده ابلیس هست ولی الله را نمیشناسه. نمیشناسه. این خود این از کافرای ضد انادی است، الله را خوب میشناسه، ضد اناد کرده. الله نجات بده. خب چی میگه؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مهلت بده تا که مردم از قبرها زنده شد، یعنی هیچ مرگ به بالای من نبیاد. الله هم دعایش قبول کرد. گفت سیس چی خواست داری؟ یک مهلت بده. قال انک من المنذرین، از جمله مهلت داده شونده هستی، برو. بعد از اینکه مهلت دادش خود دیگه آیت ها میاد الی یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم که اول مرگ کلگی میمره تو هم میمری. گفت تا قیامت وقت داری و عمر از او قدر آز است. خب یکم تا چی میگه؟ نامید از رحمت رحمان شیطان بود. چطور؟ میگم یکم دفعه میگم بترسی مرگتان میاد، میگه یک پاره نگو، امید داریم ما. نامید از رحمت رحمان شیطان بود. من گفتم شیطان تا قیامت حیات داره، تو خب میموری. نامید نشده ای تا قیامت هست نه؟ هیچ نمیفهم. میگه دان تا بخیر واست که زیاد مرگ یاد میکنی. گفتم مرگ رسول الله صلی الله علیه و میگه که اکثرو ذکر هاضم اللذات، زیاد یاد کنین چیزی را که لذت ها را از بین میبره. او چیست؟ الموت، زیاد یاد کن مرگ. کلگی از مرده دیدن میترسه. یکم تا نمیترسه، میزنا باز بیخی دیگه.
زنه که بگه بیا سعی کن، میگه یعنی تا 3 روزم ذهنش تصویرش دمیجه میباشه نان دلم نمیشه. خیر است امور ببین تا 3 روز نان نخوری که خبر شوی از آخرت، خبر شوی مرده رو ببین. زنا باز مرده رو نمیبینن. خب گمش که میگه به من نشانش نده که تا 3 روز اینجا میمانه، باز این دلم به نان نمیشه. از یک سو میگن که والا ناامید از رحمت رحمان شیطان بود. اینجا در عمر ناامید نیست، رحمت رحمان جنت است، از اون ناامید شده. قال فبما اغویتنی، آل شیطان که مهلت گرفت، قسم از بسبب از که گمراهیم کردی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، در راه مستقیم میشینم. راه مستقیم چیست؟ قرآن. هر وقت که بگم من میرم در درس قرآن، من میگم نرو اوسو برو، گاهی اوسو راهش میکنم گاهی اوسو راهش میکنم. ما شما خواندیم که راه مستقیم چیست؟ و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا قرآن. نمیمانم که کسی قرآن یاد بگیره به قرآن عمل کنه. شیطان قسم خورده، قسم است که نمیمانم گفته. اگر بخواه برود ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از پیش روش میم، کار داری تو، 1000 گپ داری، دکانت میمانه، وظیفت میمانه، و من خلفم، از پیش سرش اگر بروی اینقدر گپ میشه پشت تو. و من آن ایمانی و طرف راست میم، نرو بلیاس خدا، طرف چپ میم نرو در قرآن. خب یعنی شیطان بسیار یقین کنین کوشش میکنه که در قرآن نبیایی. ولا تجدو اکثرهم شاکرین، وقتی که نرفت در قرآن اکثرش شاکر پیدا نمیکنی. امیال می تو شد. این قسم خدا پورا کرد شیطان. خب در روی زمین چند میلیارد انسان است؟ خود کافران میگه 7 میلیارد و 300 میلیون. خب چقدر کافر است؟ خودش هم میگه 5.5 میلیارد ماستیم، 6 میلیارد ما افتخارم. خود کفرت افتخار میکنی؟ ما زیاد هستیم. کلش لشکر شیطان است. خب ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر کافر شد. نه 1.5 میلیارد انسان یا 200 میلیون کم مسلمان است. اونم که ببینی چیزش سیکولر است و چیزش کمونیست، مختلف گپ است، چیز افکار است، مختلف چیزایی میگه که بشینی پیششو با چیزش مرید پیر شده و چیزش خانقاهی شده و چیزش مختلف گپا شده. این که با قرآن برابر پیدا کردن قلیل من عبادی الشکور، بسیار کم است. وقتی که این گپا را زد الله چی گفت؟ قال اخرج، بیرون شو، من از آسمان جنت، مذعوما، بد گفته شده، مدحورا، رانده شده، لمن تبعک منهم، هر کسی تابعداری تو را کرد، جن است یا انسان است، لاملأن جهنم منکم اجمعین، پر میکنم جهنم از تابعدارای شما اجمعین، کلتان. الله نجات، الله اینطور گفت هر کسی تابعداری کرد آتش جهنم پر میکنم. و آدم علیه السلام گفت برو در جنت. این را اینطور کرد. اینا از این چی فهمیده میشه که خود شیطان مأمور بود، شخصا شیطان، که سجده کنی. فسجدو، همه سجده کرد الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان سجده نکرد. این صورت چون که مدنی است، نه در او مکی بود. تو صورت در مکه تفصیلاتش دیر شده. بعضی وقت الله یک چیز تفصیلی بیان کرد، باز دیگه جای ضرورت پیدا میشه اجمالی بیانش میکنه. این قانون قرآن است، بعض جای اجمالی بعض جای تفصیلی. فسجدو، همه سجده کردن، تعظیم الا ابلیس. ابلیس از ابلاس به معنای ناامید است. و شیطان که است از رحمت رحمان که جنت است ناامید است. یک نامش. یک نام دیگه هم مفسرین میگه حارس بوده. یک نام دیگه هم میگن عزازیل بود. میگه چی میگن؟ تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. ولی عزازیل اینجا یک روایت هم آورده محمد ابن اسحاق از عبدالله ابن عباس، کان ابلیس قبل یرکب المعصیة من الملائکه اسمه عزازیل، پیش از اینکه به گناه مبتلا شد نامش عزازیل بود. و کان من سکان الارض، در زمین زندگی میکرد. و کان من اشد الملائکه اجتهادا، در بین ملائکه خوب مجتهد بود، بسیار عالم بود، فهمیده بود. و اکثرهم علما، از کلش که علم داشت در عبادت هم خوب عبادت میکرد. ای تو عبادت میکرد. فلذلك دعوا الى الكبر، میگه عبادت و علمش ایره به کبر کشانید. و کان من حی یسمونه جنا، از یک قبیله بود که او را جن میگفت. خب
ایرا امی تو روایت ها آمدگیست ولی چیز نیست دیگه اینطور. از رسول الله سلام اینطور روایت نشده که اینطور گپ بوده، یعنی نامش عزازیل بوده. این از عبدالله ابن عباس است و همیشه عبدالله ابن عباس از بنی اسرائیل از یهودی های گپ گرفته باشه. الا ابلیس، مگر ابلیس نکرد شیء. الله پرسانش کرد چرا نکردی؟ ابا، انکار کرد. خب یک کسی پیش ما آمد گفت که ابا انکار کرد، گفت نمیکنم. چرا نمیکنی؟ واستکبر، خود را کلان شماری. خب با چی شد نتیجه؟ و کان من الکافرین، سارا گشت از جمله کافرها. بعضی میگه کان ماضی بود در سابق از جمله کافرین ولی کفرش اینجا ظاهر آشکارا شد. بعضی کافر هست ولی آشکارا شدنش در امتحان میاد. امتحان که اومد معلوم میشه در کدام طرف است، کافر خوش داره یا مسلمانه. امتحان که اومد باز معلوم میشه. یک محصل در میلیلیه بود پیش ما اومد گفت استاد یک کتاب یک عالم نوشته کرده به نام الشیطان. گفتم چی از این کتاب؟ گفت این کتابی است که دلایل شیطان نسبت به دلایل الله قوی بود. دلایل چیش؟ گفت الله گفت که سجده بکو با آدم، او گفت نمیکنم. دلیل داشت. چی دلیل داشت؟ گفت دلیلی بود گفت که ما این آدم غیر الله به غیر الله سجده کردن شرک است. گفت اینطور گفت و من مشرک نمیشم یا الله، ما غیر از تو دیگه کسی عبادت نمیکنم. موحد بود. گفت ما بچه در کجا گفتم میگه پا؟ گفت ولد باش ما قرآن سعی کنم. گفتم سعی نکردی تا بالا؟ گفت نه. گفت با ما یک مفسر هست همین درس میته. گفتم گمراهتان کرد، شما را ابلیس جور کرده. قرآن میگه که ابا، انکار کرد. انکارش این نبود که توحید شرکی گپا، واستکبر، خدا کلان شمارید. گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا ما بهتر هستم. نگفت که غیر الله ویگه پاس. میفهمه. حالا گفتم من سجده به ای بکو به این نکو، توحید و شرک کی یادت میته؟ الله. اگر الله میگفت که تو اینی آرام سجده کنی، نه میگفت بچه ها پدرها را سجده کنن، ما میکردیم یا نمیکردیم؟ که می آمدیم یک سجده برش میکردیم، دستاش هم ماج میکردیم، باز میششتیم در خانه میکردیم دیگه. رسول الله میگه اگر جایز می بود زنا را میگفت سجده کو، شوهرای تانه بسیار حق داره. زنا که میخواند ما را میدید عاجل یک سجده میکرد، بعد از او دستای ما را ماچ میکرد، باز استاد میشد میگفت چه خدمت کنم. حالا خب ممنوع است، همین گپ ممنوع است. حالا اگر سجده کنم ما نمیمانیم، میگم مشکل باش سجده نکنی. بعضی پیرای گمراه که هست میگه سجده کن، قرار ششتا مردم در پایش خدا میپرتن. اونا گپشون جدا است. پیر بر حق که باشه، پیر نام خدا پیر نمیگه. گفتم باز که مردم با قرآن دعوت میتن. بعضی پیرای خوب هم میگه است. ما خود ندیدیم میگن است. راستی میگم خیره که من ندیده باشم، تن عالم است اینطوره، محدث است. باز من دیگه پرسان نکردم. گفتم خب اگه باشه کار نداریم، نامشه خودش پیر مانده، مردم پیر مانده، ولی همین پیری که مردم سجدهش میکنه این بینی پیرا خطرناک است. این باز چی میشه؟ واستکبر، باز می آیت برش خواندم استکبار کرد و کان من الکافرین. قرآن گفت میطور میگه، نمیگه که او توحید و شرک گپا رو نگفته. گفت والا خیلی ما دیگر روز میایم باز بحث میکنیم. گفتم برو دیگه، گم شد دیگه نامد. یعنی تو مردم هستی، تو افکار هست. تفسیر درس میته میگه دلایل شیطان قوی بود. گفت من شرک نمیکنم یا الله، ما غیر از ذات واحد دیگر سجده نمیکنم. یعنی اون گپا رو نگفته، شیطان قوی عقل نبود. خب شیطان میفهمه که حکم الله است ولی تکبر کرد. گفت انا خیر، ما بهتر هستم. اکثریت اطاعت از حکم الله انقیاد چی معنیش میشه؟ تکبر. همین تکبر بسیار خطرناک است. این میاله بعضی پاهندا و اینا داریم هیچ نمیفهمن قرآن. پروفیسورا، پوانوالا، استادات پر است بساطهاتا. خودشان میگم میفهمه که من نمیفهم، دمی درس نمیه، بیکار آمد. قرار اونجا ششتم چی میکنه؟ همیال کل استادا بیکار شد. چرا نمیه؟ میگم ما خوب پوهان شدیم، ما چطور برم ده اینجا؟ ما خوب پوهانوال شدیم، ما خوب پوهاندوی شدیم، ما استاد پوهانتون هستم. استاد پوهانتون که شد اما کارش شد. حالا تو استاد پوهانتون استاد چیستی؟ استاد فیزیک. حالا فیزیک خو یک فن است، انجینری یک فن است.
من که مریض میشم خیمام بگم من عالم قرآن هستم هیچ پیش دکتر نمیرم، خودم تداوی میکنم. میکنم این کاره. نه اونمو دکتره که قدش خوردم باشه علمش هم قرآن نفهم پیش اون میرم. میگه مریض شدیم بی و میبینه اون تداوی میکنه، نسخه داد هدایت میته نشته میکنه ایره بگین تو بخون این بچه‌شم با مو طریقی که من گفته همو تو میکنم. ولی خواهد مسلک فرق میکنه، علم قرآن، فهم قرآن، حدیث، پوهان شدین تکبر. ما اصل که در اینجا آمد هیچ چیز نشده، در انجینری داخل شد انجینر شد، در طب داخل شد دکتر شد. حتی محصلین نمیان میگه من دکتر هستم، میگه من انجینر هستم، بچه تو اینجا در این مسجد برم پیش مولوی صاحب. باز یکم تاش میگمش که این مولوی خالی نیست، استاد پانتون است. خب خیلی هم میریم پیش. اگه مولوی خالی میبود نمیرفت. یک تاش من گفت که ما تو را دوست داریم، استاد هستی، اگه ما پیش هر کس نمیخوانیم. گفتم این فکرت خرابه، هر کس مسلک خودت داره، قرآن میفهمه برو پیشش بخوان، حدیث میفهمه بخوان. بعضی کسا گفتم از مکه شاید در حدیث بسیار پیش باشه، پیش از بخوان. همین شیخ صاحب عبداللطیف ماشاءالله از یک پروفسور پیش از او در بخش حدیث نمیرسه، بیا بخوان. پس اینجا استکبار کرد و کان من الکافرین بود، جمله کافرا